سلام بر وقت چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال مثل پرهام. امروز اومدیم با این ویدیو که چجوری فورتنایت رو بالا بیاریم با فیلترچکن خیلی خوب. بچه‌ها شما اول میرین که فیلترچکن جامپ وی پی ان رو دانلود میکنید. از کجا؟ گوگل پلی. اینجا می‌نویسید که جامپ وی پی ان. اینجا این قسمت سرچ میکنین. اشتباه کردم من یه لحظه. جامپ وی پی ان. اینجا که سرچ میکنید تو اینجا میاد که یه چیزی هستش، همین فیلترچکن اولی باید دانلودش کنید. میزنید روش و نصبش میکنید و باز کردنش میزنید. بعد یه چیزایی، بعد یه دسترسیایی بهش بدین. حالا دسترسی من قبلا بهش دادم. روی این نقطه میزنید و در وصل شدنه. زیادم طول نمیکشه، تقریبا 20 ثانیه 15 ثانیه 20 ثانیه هم طول میکشه وصل میشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. وصل بشه. این فقط تبلیغات هم داره دیگه، یه مقدار تبلیغات داره که بر وصل بشه. از این وصل شد دیگه حل دیگه چیز خاصی دیگه نداره. بله اینجا تبلیغات بزنم. خب وقتی که دیدید این نقطه آبی شد، پر رنگ قشنگ آبی شد، رفت سمت راستش، میرید بیرون و میرید داخل فورتنایتتون. یه مچم براتون استارت میکنم ببینید که واقعیه. بچه ما ویدیو رو استوب میکنم که بیاره. نه ولش کن، استوب کنم فهم کنی که من رفتم فیلترچکن عوض کرد. همین این که بهتون گفتم جامپ وی پی ان. اگه خواستین اکانت ساختن توی اپیک گیمز رو بهتون میگم اگر که نیاز داشتین، ولی بیشتری ها اکانت ساختن بلد. بله. بیاره خوب میشه، خیلی آروم، ولی یه مقدار آروم میاره دیگه. ولی استارت شدنش خیلی خوبه. همیشه تو لودینگش فورتنایت یکم طول میکشه دیگه، خودتونم میدونید که لودینگ کردنش سخته. بازی دیگه هم مثل پابجی اگه خواستین من میرم پابجی، مثلا وارد شدنش یه مقدار سخته با گوگل، اکانت گوگل. من مثلا تلاش کردم من میتونم چیز کنم برای پابجی، با گوگل میتونم وارد شم. حالا میبینی که وارد شدین، یه مچ میریم استارت میکنیم. یه دست بریم. یه مقدار طول میکشه دیگه. حالا ویدیو رو چیز کرده بودم ارور بود شد. من از موقع ارور میده بچه اشکال نداره. بچه من یه لحظه استوب میزنم که قشنگ برای بیفته. خب بچه یه مقدار مصب کردم که تو لودینگش فکر کنم یه ذره قاطی کرده بود، من درست چیز نکرده بودم. فیلترچکنش من خدا قاطی کرده بود.
رفتم دوباره درستش کردم. خود فورتنایت قاطی کرده نه فیلش کردم. حواسم زدم سولوش داره الان میبینی کسی بچه ها. راستی کانال روبیکوین ما و کانال یوتیوب و آپاراتمون هم دنبال کنید. من انرژی بگیرم که براتون ویدیوی خفن‌تری بذارم. حالا فیلشکن‌های دیگه ای داشتین تو کامنت ها بگین که من با اون فیلشکن‌ها دانلودشون کنم بیام فورتنایت پلی بدیم با هم. یه مقدار چون که من چیزی روشن کردم که اینو روشن کردم که ضبط کنه فیلمو لگ داره یکم، ولی شما بخواید همینجوری برید بدون اینکه مثلا چون که من دارم ویدیو میگیرم الان لگ داره، اسکین من دانلود نشده که لگ داره. من ویدیو میگیرم خیلی لگ پیدا کردم. چون من مقدار گرافیک بیارم چون که من دارم ویدیو رو میگیرم لگ داره، بگیرم اصلا هیچ لگی نداره. بچه ها ولی من ویدیو رو کات کنم درست میشه لگش FPSش درست میشه. چه یه لحظه بذارید. اوه حاجی انمیه اینجا. خیلی خوبه خدایی. ولی الان خیلی لگ داشت بچه‌ها. شما باید حالا امتحان کنید. لگ نداره ولی مثلا چون که من دارم ویدیو میگیرم خیلی لگ داره. دیدین که مچم استارت شد. خیلی خوشحال شدم که خوشحال شدم چیه قاطی کردم من. خیلی ممنون که از این که همراه هم بودین تا آخر ویدیو. دیگه چی بگم دیگه، کامنت بذارین، لایک کنید اگه عشقتون کشید، حمایت کنید از من، دنبال کنید. لینک کانالمونم میذارم تو چیز دیگه کپشن میذارم ببین. تو یوتیوب ولی نمیشه، نمیدونم تو یوتیوب چجوری میشه، ولی تو یوتیوب فکر کنم تو اون قسمت کانالا اون بالاش هستش. خب دیگه این از این ویدیو، تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.